بینا شان شهید کردن سیچرخ پیدا نکرد سیچرخ میمونم اینو بکنم اینو میکنم نمیتونم نگه کنه مدرک بگو دیالت بگو مدرک من بخور گرمی بکشتید و پنکه نمیشه یا اوقات مثل که پنکه بیشتر آدم یعنی گرمی بکشته بود هر دمیان میبینم پنکه شیشته پنکه باد هم نداره الان کلیر بیارده که احتیار کنم دسته خونه یخ میکنه چه کار میکنی عباس؟ این چیه؟ تیر کجا بودی؟ کلیر یه برفتم بخیلی مادر چرا مادر کلیر رفتم باد پکه دارم ما؟ باد پکه با کجا باد میده لالا بھیا آقا گرم باد پکه میشه خیلی خوب کاری کردی که یالا حالا وقت برم کارت اومدی اومد گیدی اون ورد بو برا یاد ما برفته بفهمیدی همون ورد بو برا در سرای و معذرت خیلی هم بگو مامان جو خیلی ببخشید دوستا رو جلوتر مگه می آوردم کار مجلس خود شما میفهمید که گرفتاری ها مخله یک اکثر داره مزار سرلو راستون زنگ زنم برو بفهمیدی کارت ترای میتره دیر نشده بعد نیه با نه از اینکه نبوری بود ولی او زنگ زنی میترم کارت بیتره معذرت خیلی بکنی خوب بگو لالا ما زنگ زنم به شما بگو ترام کارت بیتره ما کارت رو شما نوشته کرده بودیم خب راستی به چند بستوندی؟ ای به 15 سال به 15 سال؟ آه یاد تامه کارا میکنی لالا باد داره یا وای خیلی امتحان بکردی که تیار باشی یا نه؟ آه همونجی وردارم کارتا و اینجا گای وردار که بیا بده سنگان ممینه؟ لالا آه سید خوب خوب زودی بری نگه عباس خوب که بیا از روی دیر شده معذرت خیلی هم بکنی خوب شد این کارت از اینو بیاد ماما تا بعد از مجلس بیاد ماما کلا ماما دین اومد که دیونه خبر نه کار مجلس دیگه و سر ما خیلی فشاره سلام ولدي سلام بخير سلاماتي جانته شكرا زنده باشی خیر تشکر خیلی کار داریم خیلی بران ما گفتن ببخشید در خاطر مشکلات و گرفتاری خیلی بود نشدم این کارت بیاره این شب هرسی بران من خیر بین روی بران ما رمضان خیر بین تشکر علی هم کار کاری هم بگرم باشه خیر بین مطابق باشه خیلی ببخشید خاطر کاری هم بران رسیده یا اقام سالاری نه هستم بچه خیلی هم تشکر جان خیر بین تشکر زنده باشه خدا سلام برسونه ببخشید خدا والله فکر از این اقام سالاری تو بیا کافری بیا سینا بیا بری کجا میرفتی؟ ماما جان ما به ختم قرآن خبریم. به چی خبری؟ ختم قرآن. اینجا ختم قرآنه؟ مردم نمیرم این عروسیه عروسیه؟ عقل کمال بخوری بخیر گیرم خود خوردیش بیاردی هز دوی تو بدر میشی اگه طور دگه دیدم هر دو پاتورمش کنم ماما جون ما مسکینی بده گپ کن کن همینجا میشین لقمه نون میخوره مرگم خو اینجا تو خوردن بده این خبر رو میخواد میای برو برات کن خود شب کو برو دیگه ماما ما گشنه برو کن برو یا بوده قاطی میخواد قاطی زم بخیر شدون میمونه فکر نمی کنی بی خبر رو میخواد میای خبر کنو
مردم اندازه خبری ها خونون تیار میکنه کله تا انداخته تو راستا میره رو بزینا فقط خبری ما بوده اما در فکر نمیکنه که بابا نون کم میاد تو مقدار فکر میکنی یا نه با خود تو کم بیدی که با یک رفیق دیگه هم خود خودشی بیا رودی وای وای اما فکر نمیکنه چیه بابا؟ اشته چیه بابا از دست این مردم بعضا بود اما در فکر نمیکنه من اندازه خبری ها خونون تیار کردم یا که دو تا میبینیم تو سربالا میره میگه کجا میری به ختم قرآن میره بابا این ختم قرآنه من عروسی مجلس دارم تو اینجا به نام ختم قرآن میگه که نون بخوری کی بیده بابا؟ دو تا دیوانای بینم دیگه یک شیرا پوری هم نبیدم خب بابا خیلی دو نفر کم خیلی کنه 10 نفر کنه آمده گناه دارم اگه نون مکمم چه کار کنم دو نفر اونا کم نه زد که کمم من اندازه خبری ها خونم تیار کرده بیدم سلام علیکم. و علیکم. شتنی بیدی. کجا بیده؟ بسیار خالی خوب. کدیلاک. رخت خوب برای وقت خوب. سلام خاله بیده دیشه. او. صدا کدیلاکه. میره. گلاگه. چه بیالی؟ میره. گلا. بیا. بیا دیگه. رختا پاکتره برخو میگیری دیگه. چی؟ او رختا خود بیرو کدام لب و علیکم سلام. لمش میشه کی ما یادگیری داخل خونه میشه یک خورده کلونش خاطر لمش میشه رختا بس سلام با نوشت دادن چی کار داره؟ کی؟ سلام کردم. باید کجا بیدین دیشه؟ خونه خاله خود اشته بیدن خاله. سلام خاله. کی؟ کدو خاله؟ خاله آمدن نورالله نورالله هم خوب بود. سلام میگفت من دیشب به نورالله دیشب من میمون کرده بودم. چرا نه آمده؟ شما خاطر رفته بودیم به خونه ها. ای گفته ها نگفت نورالله چی کجی؟ ها؟ چی نگو؟ خب چی پخته کرده بودم شما؟ بهمیه بهمیه نیم بهمیه ها مزه داد. خوب شور بود مزه داد بهمیه ها. خوب شور بود میشه جان شد. دیلا از که ایده دروغات کته با به شما دی نفر میگیم ها؟ اشته کته کدیم اک شما اول راست خو میگیم؟ امیت هیچ چی نمیگم راست خو بگیم. چی؟ دیشه که با کجا بیدین؟ هانی که بخیر با اوکاک ها؟ آمدنیم؟ هانی که بخیر با اوکاک افتاد بگو راست خو با کجا بیدین؟ دیشه خب میگم با خونه خاله بچه خاله دیشه با خونه ما بودن شما با خونه خاله بودین؟ نورالله بله ها نخواهم بگو راست خو بگی یک نفر راست خو علی بگی لالا بپرسی بگو کجا پیش نخزن کجا بودین دیشه؟ ایلالا گفته بیا بریم شواب روزا چاش برسیم مطالعه دروغ میگه خودی گو لالا چرا دروغ میگه سردی زینت لالا میفهمی چی میگه ای به من گفته بیا بریم چاش به تالار خب نه ما شما چاش برفتیم به تالار نون خوردیم سیر شدیم ای به من گفته بیا بریم به تالار بریم این دروغ میگه لالا خودی میگه من به سلاسه نمیشم من ببر به جای کسی شو ما برفتیم یک تالار رفتیم من چشیا مرتکه ما اونا درد بیدرمون بخوریم شما مغزه نمیگین که به طلب امثال شما درد با خدای میگفت چو نون کله میدم پس نمیدم چون شیریخ مرگ بخوره مغزه نمیگه که اینا به شما حروم میشه ابروی حیثیت مار میبریم ها نمیگه ما حروم اینا به شما ایگو بریم میخوام یک تالار ای بگه بچا بریم میگن تام بری خور بندازی با عقل امی با کجا دیشه خو بیده من بزرگتان کرد حدود تا پیشم بیده بالا بوم خاطر پیس کشه
یالا این دفعه کو بخشش شما بسته بیا بیاره بیا سگو دوت تا بونا یکی به تالار بیخبر برفته بودیم مثلا نون مسلمون همون زر فکر نمیکنیم که نون یک مسلمان کم یا روی حیثیت میره قناق شما شه یکی که دروغ میگیم به خونه خاله همون زر نمیگه که بچه خاله دیشب به اینجی بودن به خونه خاله خوب بدیم ها همه مال بردن مردم مال نگیش به طالب همی زد بگه بر خور بچه بنده تامین دزی با چی ها من بیاقل تو کی می بفهمی دیگه من بیاقلیم این میفهمیده دیگه به یک راه اگر می بری خب اگر او به تو میگم بیا یک خودی یک خورد و کلانتر خب من بیا بگو برو بمیرا برم یا نرم بفهمیدی این دفعه بخشش هر تا شما با خدا قسم دیگه یک بار دیگه اگه ترکات شما دیدم همین تا پا هر تا شما بسته میکنم با فلان همون زر میزنم که این پا شما چاپ چاپ شه مگر خون ریخت سر کنه بفهمیدی وقتی دیگه خورد تیر کن همون زر نمیگن این مال این گیلان بر دو گوری نیم سر نمیشه میره نیم مسلمان نمیگه که کم میاد تالار بیخبر هم شو خوب رقمی والله